سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. تو این ویدیو میخوایم بازی The Baby in Yellow رو بریم، یا همون بچه در لباس زرد. لایک دنبال بکوبونین، سابسکرایب کنین به چنل، حتما کامنت بذارین و بگین ویدیوی بعدیمون، بازی ترسناک بعدیمون از چه بازی باشه. Let's go. خب آقا این شروع شه. نایت وان یا همون نایت اول. خب وای از صداش میترسم. بزن بریم نایت اول ببینیم چی گفتی. یا ابوالفضل سلام بچه. بسه اینو بزنم ببینم. اینجا تسکامونو زده بچه ها. بسا ببینم میتونم مشخص کنم. فکر نکنم. حالا به هر حال اون ور صفحه که تصویر من بود نوشته feed the baby get bottle from fridge. خب مثل اینکه باید بیایم یخچال شیشه شیر برداریم به این بچه بدیم. خندی. take baby to او دستشویی کردی، خرابکاری کردی بچه. الان باید فکر کنم پوشکش رو عوض کنیم. بذاریمش اینجا واسه پوشک. گربا هاید یعنی چی؟ خب پوشک نه ها دیگه. کجا رو نگم حاجی دارک شد. بچه کو خیلی دارک شد. از همین شب اول نباید انقدر دارک میشد. داداش فردی نیستا. خب الان من باید اینو کجا ببرم؟ put baby to sleep take baby to bed. خب اینجاست. نه اینجاست فکر کنم. بله حاجی لبوه نمیدونم. خب برو پایین. خب find the story book and sit down. کتاب داستان رو پیدا کن و بشین. خب کجاست؟ اینه؟ نمیدونم. آها ایناش. The princess and the cat. خب الان من باید اینجا بشینم اگه اشتباه نکنم. خب بابا حال نرم این بخونه یا خودم بخونم. بابا صفحه میزنم بره. انشالله که کار کنه. خب من الان تموم خیلی کامل بچه خیلی کامل خوندم. اوکی. خب بچه خوابید. Leave and close the door. یعنی برو و درو ببند. به به. خب الان کجا برم؟ Wait for it. Watch TV on. آها اوکی. الان باید مثل اینکه تلویزیون نگاه کنم. به به. اسنک ساز. چی نوشته؟ توستر 4000. توستر 4000. صدا بچه اومد. Still be. خب فکر کنم داره دارک پیش میره. چرا رفتم این تو؟ وای خدا. درو من مگه نبسته بودم؟ وای خیلی داره دارک میشه. بچه کو؟ تویی؟ این تو چی؟ نه این لاکه کلا قفله. داداش چی شد؟ take baby to bed. بچه رو ببر به تخت.
وای همین اول کار داری دارک میکنی قضیه رو بچه. بگی بخواب. چی نگاه میکنی؟ برو دیگه بخواب. بوده اینو باید بهش بدی؟ احیانا بخشید. خب خوشحال. Leave and close the door. منطقی. چی شد؟ احساس میکنم در باز شد. چرا؟ ولی خوابید. چرا در همش باز میشه؟ بابا داره خیلی دارک پیش میره. خیلی داره دارک پیش میره. بشینم. دوباره توستر 4000 نشون میده. خوابیدیم؟ ناموسا؟ همون شد؟ او نایت 2 شب دوم. نایت 2 شب دوم. البته یه بار اینو گفتم ولی خب حاجی لباسش رو میتونیم عوض کنیم. چقدر باحال میشه. فکر نکنم. آقا غلط کردم. همینو بسم الله. انشالله نمیریم. تو رو خدا برو تو با. اوکی. بچه کو؟ بچه مگه اینجا نباید می بود؟ نوشته get bottle from fridge. شیشه شیر. خب بچه کو که بهش شیر بدم؟ وات قفله. وای 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 غلط کردم ببخشید. تو رو خدا. find the bottle. خب شیر کجاست؟ تو نیست. این توه. این تو هم بگردم. خیلی دارم بد وا میشن. دار که آها ایناش گروه. چجوری اومدی اینجا؟ وای خیلی بدی. کچل. خب تیک بیبی تو چی؟ اوه دوباره خرابکاری کردی. خب پوشک جان. پوشک راه میره. شش کوشی پوشک. پوشک سخنگو. اینجا مگه قفل نبود؟ اخ خب سرش گیج رفت. به به صدای چی؟ بچه مثل اون روز نباشه. ایناش. ببخشید پوشکت زنده است دیگه. بپوش. take baby to bed. جان چه لحظه. what the hell. بچه تو تسخیر شده ای. ببخشید. بگو بخواب. وای find the story. وای امشبم باید براش بخونم. غلط کردم. بشین بخون.
The Prince and the Rabbit. چی شد؟ جان؟ ببخشید چون میخوای؟ گربه رو میخوای؟ بیا. اینو میخوای؟ آها، مثل این که هر چیزی که میگیریم، هر داستانی که برش میخونیم همون continue reading، همون عروسک رو یعنی باید برش بگیم. خب continue reading. بله، کجا بودیم؟ اینجا بودیم. صفحه بعده و تمام شد. داستان خوبی بود بچه جان. Leave and close the door. خب بچه خوابید. watch TV. برو تلویزیون نگاه کن. چی شد؟ یه نفر زنگ در رو زد. وای بسم الله. این چی؟ توستر فورفازه. این چرا افتاد پایین؟ در رو ببندم. توستر فورفازه همونی بود که دیشب داشتیم میدیدیم. Put the box on the dining table. Okay. Okay. بچه Finally some peace to watch TV. آها، الان ما باید فیلم ببینیم، تلویزیون ببینیم. یا آقا بالفز شبه هکر داره دارک میشه. خیلی هم داره دارک میشه. وای تموم شد؟ وای نایت 3 شب سوم. بای از این آهنگش متنورم. طبق معمول بچه نیست. بچه واچ تیوی. الان باید چی شد؟ صدا گریه میاد. وای بسم الله. خیلی امشب فکر کنم باز قرار بد بشه. Leave and close the door. Okay. Find something to eat. یه چیز پیدا کن که بخوری. توستر فورفازن. الان من باید نون بذارم. نون میذارم. خب الان میشه. نه درشو نمیشه بس. آقا پنیرم بذارم. جوجه هم بذارم. کالواس هم بذارم. حالا سوسیس هرچی کن. دارم برای خودم غذا درست میکنم. خودم شف. این پیازام بذارم. انشالله که بچه نیاد. یه بردارم بذارم روش. اسنک بسازیم. وای چی شد؟ وای بد شد. فید می. به هم غذا بده. خب باشه. وات؟ شیشه اینا. تو کی اومدی؟ تو رو خدا. یخچال اینجا؟ حالا یخ بزنم چه غلطی کنم؟ اینجا نخونه توی شیشه شیر. باید یه جوری پیداش کنم. مرغ.
وایسا، فکر کنم اینجا کلا تو یخچال باشه. شیره اینه ها. خب feed the baby you. اوه اوکی. الان بچه هیولاس مثل اینکه. وای اینجا چجوری بیام بیرون؟ آها اوپن. وای دارک شد، خیلی هم داره دارک میشه. این همه آپارتمانشونه روبرویش. وای هیولاس، وای بریخت. خب این عجب تکو نخور لطفاً. بیا. وای قلبم اومد تو دهنم. وای خدا. وای تو چرا اینجوری؟ خانواده‌اش میدونسته؟ من که پرستار بچم، فقط من که چیزی نمیدونم. ببین غلط کردم. بیا چی نوشته؟ بریکت. آها اوکی فهمیدم باید چیکار کنم. برو گم شو اونور، برو گم شو اونور. تو خدا نمیخوام بمیرم. اصلا چرا پرستاره وای قلبم اومد. آها اینه اوکی. کجایی بچه؟ بچه کارت دارم. به پسونک بخور. اوخ پرتا. خب خوابید. تک بیبی تو بد. بچه رو ببر تو تخت. وای بیدار شد، غلط کردم. وای نکنه آخه دوباره برش داستان بخونم. ببخشید. او سلام چطوری؟ تو رو خدا برو بخواب. وای دوباره باید برش داستان بخونم. میتیساز به عروسک بدم. شب قبل کشف کردیم که هرچی میخونیم باید بهش بدیم. Find the storybook. اوکی این دفعه برات گوسفند رو میخونم چون عروسک گوسفند داری. حال ندارم اینا رو بخونم، همینجوری اسکیپ میدم. پای چرا صدا رفت؟ What؟ What the؟ یا ابل فز. وای گود نایت. چرا به من گود نایت میگی؟ خدا غلط کردم. آقا مثل این که این 2 تا اکت داره، یعنی اکت 1 اکت 2 اکت 3 هم مالوش باید داشته باشه. این چند اکت هست، چند داستان داره. پس ویدیو بعدی اکت دوم رو میریم. این ویدیو رو به 20 تا لایک برسونین اگه میریم اکت 20 تا زیاده، 10 تا به 10 تا لایک رسوندیم میریم اکت 2. اوکی دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. لایک رو بکوبین، سابم بکنین. دمتون گرم تا ویدیوی بعدی و روز بعدی. بدرود.